برای شما درباره محبوسان سیاسی کم ترک معلومات دادم، در حالی که همه شما میدونید دوستای عزیز که کی محبوس سیاسی کی محکمه. چند تا یکی در پیش ما صورتاشون به نام و نسباشون برای شما بازی من گفتم میگذارم، همه شما را میگم. عبدالصمد غیرتو، محمد علی اسلامو، حکمت سیفو، عبدالستار بابویو، عبدالقهار دولتو، واحد خان قصیدینو، قیامالدین عوض، جمالدین محمودو، عمرشاه دولتو، میرزا شریف نعیمو. شما بینید عکسش رو مسافده بدبخت امامعلی نه برش سفیدو رحم داره نه با کودکو. پیغمبر ما شما میگه که کسی که احترامی کلان سالو و کودکا را ندانه ای امت من نیست. این بدبخت امامعلی ای امت پیغمبر نیست، این فرعونه. امین جان گلمرادزاده، اسامیدین عبدالرحمنو، برهان عبدالله، ستار کریمو، محمد علی حییتو. این آمد میدونه که را یک بار دیگه زده بودن، فوتبالش کردن، نکی ایرش نگشت، این خدا زده دو بسوچ کردن. سینا حسنو، امیدجان صالحو. ایران فریب کردن بردن تاجیکستان ده و در خلاف ای خدا زده امامعلی ای منافق دن بدتره. فریب کرد بردش در تاجیکستان ده سوته. و بهترین تاجر زید سعیدو، همه شما را خوبترک میشناسین. ایمده یکی وزیرها بود، باور کنید خدمت امامعلی را میکرد، نه که امامعلی در نمکدان توف کرد. این را به خاطر رشک بخیلی که نسبت به این مردی وطن دوست ملت دوست داشت برای همین سوتش کرد. ترسید که مردم یاردم میکنه، روزی بشه که مردم میخیزن میگن امامعلی دفع شد در جای تو همی شود. برای اون بدبخت امامعلی ترسید. در آخر ظرفا رحمانی، با این هم بانوی زیبا بگیم خانم سیاسی هست، محبوس سیاسی. در اینجا با هست شهرت قدرتو، این هم ادوکتی. حتی شما در نوارها ببینین ویدیو دا ای یعقوب سلیم و ای زید سعید و ای چندین محبوسو ای گپ زگیه دفاع کدگیه. برادر ما و شما مقصود ابراهیمو که را در مسکو سال 2014 هم کورچه 4 تا زدن، 4 تا کورچه زدن با دزد دیدنش. این آخی دزد نوشتم اینجا، دزد امامعلی دزد آدم دزد با دزدی در اینجا بردش. ای مسکو در تاجیکستان 17 سال سودش کن ایرش نگشت. امامعلی تو شرمنده ای، دزدی بردش ایرش نگشت. تو شرمنده نمیشه، سرخ نمیشه، رقم میزنی دیگر رنگ بود پرکیدگی سرخی معلوم نیست. قاتل نوشتم باشه امامعلی قاتل. اینا شهید عمرعلی قوت فکشته، شهید عمرعلی قوت فکشته دزد ای آدم کشه بدبخت. حقوق شناسا ادوکاتایی که اینا نگاه کنید چند تاشی هست صورتشون خطی. نورالدین محکم و بزرگ میریار و هم ظرفای رحمانی هم اینا. برادر ما و شما اینا نگاه کنید جوانه فیروز لایقوف یک شعر گفت برای شعرش در اسیاز محکمه شعری گفت که امامعلی پولدار شده تخمینه قچ قهریه. نعمت الله قربان ایشان محبوس جوان سیاسی که در امامعلی بدبختی را با فرمانده محکمه. در آخر احسان آدینه با نامی سرافرازی عالم افروز که ما گفتیم که امامعلی دزد ای را دزدید، این بچه یاش جوان یاش دزدید.
اومالی ای مهاجرا میترسه ای مهاجرا میترسه این قدر نامه‌ای که من خوندم یاش بسیارش اعضای حزب نهضت بود بسیار دیگه شا در دست ندارم نامشان نمیدونم هر روز سود کردستای هر روز سود کردستای بدبخت هر روز در ترمو بعضی شکو میکشن جوگای میبرن تایخوبش میکنن سویگوش نمیدونن برای چی؟ سودای محبوسا را پسی در میکنی درهای بسته سید عمر حسینی یکی از با مبارزا یکی از محبوسای سیاسی اعضای حزب نهضت و غیره و دیگر را برای چی پسی پرده میکنی پسی در سودتا کریتا بگو چی کنو کرده تروریست خودتی اومدی تو تروریستی من چند بار گفتم با خدا قسم مردمی توجیک اومدی تروریست اینا وطن فروش بخیتای فروخ با قرقیزستان طرفی چی را فروخ اسفاره را این خوینه قلتیل دزده نوپوکه خونه کعبه را بعد آرام کردی رفتی آزادی به محبوسان سیاسی آزادی به محبوسان سیاسی آزادی به محبوسان سیاسی